بیارم برای شما The dog runs یعنی که سگ میدود و این را تشکر بسیاری از زمان آموزان امروزه میخواهند که تمام قسمت های گراماتیک را فرا گیرند، ولی که خود معنای گراماتیک را اگر بگیریم دستور یا салом ба ҳама тамошобинони азизи инглишкада. умедворам ки тансиҳату бардам ва ҳамеша хушҳол ҳастед. инак мо барномаи навбатии худро бо устод роҷеъ ба мавзӯи грамматика мегузаронем. чӣ хеле ки медонем, грамматика яке аз мавзӯъҳои муҳим барои донистани забон мебошад. хуб, биёед якчанд саволҳои худро барои устод гуфта маслиҳатҳои хубро мегирем. خب استاد عزیز، بار دیگر شما رو خوش آمدید میگیم و سوال یکمین ما چنین است: چرا باید گراماتیک آموخت؟ خود معنای گراماتیک را اگر بگیریم دستور یا که راهنما می باشد. مقصد از آموختن گراماتیک اینه که با یک راه و روش و آزاد و بی خطا گپ زدن است. و معنای بی خطا گپ زدن این چنین معنا ندارد که ما باید تمام هنگام گپ زدن تمام قاعده های گراماتیکی را رعایت کنیم، ولی حالت های میشد که قاعده های گراماتیکی در هم میریزند یا میشکنند، ولیکن مهم که ما گپ زنیم، یعنی با یک نظام و مضمونی. خب تشکر زیاد استاد. قاعده های گراماتیکی که دانستن آنها به حد ضرور است کدام هایند؟ تشکر. بسیاری از زمان آموزان امروزه میخواهند که تمام قسمت های گراماتیک را فرا گیرند، ولی که این از یک جهت خوب است ولی از جهت دیگر باشد کمتر ضرر دارد. و برای اینکه وقتی بسیاری ما صرف میکنیم و یا که 100% آموختن گراماتیک به طور کامل آموختن، این معنی آن را ندارد که ما کاملا و آزادانه حرف میزنیم. قاعده های اساسی که ما باید روی آن تمرکز کنیم و دقت دهیم، یکم اسم باشد و دوم فعل می باشد. یک جمله بیارم برای شما: The dog runs یعنی که سگ میدود و این را بعدتر ما میتونیم آن را علاوه کنیم، یعنی که زیبا کنیم و بلاغت دهیم یا میگیم که The dog runs fast سگ تیز میدود که با سرعت میدود. اصلا ما باید تمرکز کنیم روی اسم ها و بعد صفت ها. خب استاد، یک سوال عجیب: اکثر زبان آموزان میگن که برای دانستن زبان آموختن گراماتیک لازم نیست، یعنی مهم نیست. شما آید به همین سوال چی گفتنید؟ تشکر. ولیکن این سوال نمیتواند کاملا دقیق باشد، چرا که گراماتیک برای ما مهم است، ولیکن نه به آن حدی که ما بیشتر خونیم. و اکثر صاحب زبان ها قریب که احتیاج به گراماتیک ندارند، زیرا که آنها گپ میزنند. مثلا ما صاحب زبان تاجیکی هستیم، گراماتیک زبان تاجیکی را کامل نمیدونیم، خوب حرف میزنیم. یا که انگلیس ها که در پرورده محیط هستند، محیط خودشان هستند، آنها گراماتیک انگلیسی را خوبتر هم ندانند، لیکن انگلیسی را خوب گپ میزنند. و برای ما مهم است که گراماتیک را به نحوی یا که نمونه دانیم، ولیکن نه آنکه همه قاعده های نالازم شود. خب استاد عزیز، زبان آموزان ما اولا کدام قسمتی گراماتیک رو باید از خود کنند؟ برای اینکه ما آزادانه اول گپ زنیم و فکرمان رو به دیگر نفر برسانیم، اول ما باید دقت دهیم روی اسم، چون که گفتیم صفت، اسم و فعل و بعداً میگذاریم صفت و فعل های معدلی و بعد از آن پیشوند و پسویند و شماره ها بعدتر. خب استاد، در آموختن زمان ها بسیار سوال ها می شود، یعنی کدام زمان ها از همه مهم است که مردم اول آموخته بعد با قسمت های دیگری گراماتیک روند. شما چی توصیه میدید؟ من توصیه میدم که اول برای آنکه خوبتر گپ زنند مهم است که زمان های طرزهای پس اکتیوی فعل، یعنی که زمان های اکتیوی فعل را آموزند، یعنی که اکتیو وایسز میگن به زبان انگلیسی. مثال میاریم زمان حاضر عادی، زمان حاضر آینده عادی و گذشته عادی و حاضری دوامدار، گذشته دوامدار، آینده دوامدار و بعد از آن میگذاریم به زمان پرفکت، زمان پرزنت پرفکت و پاست پرفکت و فیوچر پرفکت. خب مهم است که آنقدر نه و همین کفایه هست که ما فکرمون رو به دیگر نفر برسانیم. یعنی گفتنید که در اول فقط اکتیو وایس، پسیو وایس اونقدر مهم نیست. بله، پسیو وایس اونقدر مهم نیست و پس آن وقتی که ما تجربه دارتر شدیم در ساحه زبان، در روند فعالیت، یعنی که مقصد آموختن گراماتیک عمل کردن است، یعنی که وقتی که ما هر چقدر بیشتر عمل میکنیم دیگر قسمت های گراماتیکمون خوبتر میشود. خوب، تشکر زیاد استاد عزیز. تماشابینان عزیز، اینجا ویدیو ما به پایان میرسد. امیدوارم در این ویدیو هم برای خود از مصلحت‌های استاد یگان بهره گرفتید. اگر یگان سوال و یگان
пешниҳоди оиди барномаи мо бошад, ҳатман дар комментария нависед. боқӣ саломат бошед.